با درود خدمت همه دوستان و هموطنان عزیز. لازم میدونم یه توضیحاتی بدم در رابطه با اتفاقاتی که روز شنبه در تظاهرات افتاد. خب ما بنر رضا شاه فقید، شاهنشاه آریامهر و شاهزاده رضا پهلوی رو داریم، با خودمون میاریم و از این بنر فقط در راه استفاده با جمهوری اسلامی داریم استفاده میکنیم و دوست داریم از این طریق بتونیم اتحاد و همدلی بیشتری ایجاد بکنیم. متاسفانه شنبه یه آقای اومد اونجا برای ما ایجاد مزاحمت کرد و بعد دیگه فحاشی کرد که خب جواب مقتضیش هم دریافت کرد و اینا چیزایی هستش که قابل پیش بینی هست. اما نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که تیم برگزار کننده این مراسم مطمئنا توشون آدم‌های بسیار شریف و وطن دوست زیاد هستن، اما یکی دوتایی هم هستن توشون که به قول معروف، حالا من نمیخوام اسم ببرم، اینا اصلا کلا ضد پهلوی هستن، ضد اصلا کلا اینا دوست ندارن هیچ نوع بنری، هیچ نوع چیزی بیاد، میخوان همه چی رو تحت کنترل داشته باشن، حالت دیکتاتورشیپ خیلی شدید دارن. و موقعی که شنبه ما درگیری پیدا شد بینمون، اون خانومی که اون بالا بود داشت شعار میداد، یوهایی برگشت شعار خیلی تندی داد: مرگ بر دیکتاتور، down with dictator، و قشنگ به بنر ما نگاه میکرد و دستش هم به سمت ما پوینت میکرد. اگر این گروه که دارن این تظاهرات رو برگزار میکنن وابسته به هیچ حزب و گروهی نیستند، این حقو ندارن که بخوان این برخوردها رو بکنن. این خانم صحبت کرد که کسایی که این بنرها رو میارن از مثل عوامل جمهوری اسلامی میمونن یا از جمهوری اسلامی بدترن. صحبت‌های اینجوری هم کرد. من از برگزار کننده های این ایونت درخواست میکنم که برخورد درست و لازم رو با این خانم بکنن و از نظر من این خانم اصلا صلاحیت اینا نداره که بخواد بره اون بالا بلنگو بگیره دستش. اینجا همه ما در یک کشور آزاد با دموکراسی داریم زندگی میکنیم. آقا بالا سر نمیخوایم برای کسی نسخه بپیچیم، نه کسی برامون نسخه بپیچه. هر کم به راه و روشی که خودش فکر میکنه درسته میخواد با جمهوری اسلامی مبارزه بکنه. امیدوارم که در ایونت بعدی شاهد همچین صحنه‌هایی نباشیم. همه با اتحاد و همدلی مرگ بر جمهوری اسلامی بگیم. دیکتاتور، وقتی میگیم مرگ بر دیکتاتور، اینا همه میدونیم که منظور ما علی خامنه‌ای هست. ولی اگه شما منظور دیگه‌ای دارید، بیایید خیلی روشن و صریح اعلام بکنید. مواضعتون رو اعلام بکنید. آقا اینو که دارید این ایونت رو برگزار میکنید، اگه وابسته به حزبی، گروهی هستید، بیایید روشن کنید، به مردم بگید آقا من طرفدار پادشاهی هستم. خیلی صاف و ساده دارم میگم. من دوست دارم شاهزاده رضا پهلوی رهبر من در آینده بشه. چه میخواد پادشاهی باشه، چه میخواد جمهوری باشه. بیشتر از این واضح‌تر باید صحبت کرد. شما بیاید حرفتون رو بزنید. شما هم بیاید بنراتون رو بیارید. شما هم بیاید عکس رهبراتون رو بیارید، لیدراتون رو بیارید. از چی میترسین؟ توی کشور آزاد دارید زندگی میکنید. حق بیان دارید. آزادی بیان دارید. در هر صورت ما همه داریم جمع میشیم توی این مراسم فقط به خاطر حمایت از مردم ایران. یه قسمت از این مردم ایران همینجوری که دیدید بنرهای رضا شاه رو میارن، بنر شاهنشاه آریامهر رو از روی پل هوایی آویزون کردن، شعار در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادن.
خب اگه ما میگیم ما صدای مردم باید باشیم دیگه. نمیتونیم که نه اونا رو سانسور کنیم نه خودمون رو سانسور کنیم، که نمیتونیم کاری بکنیم که خودمون ناراحت بشیم که سری دیگه خوشحال بشن. که امیدوارم در ایونت بعدی اتحاد و همدلی و احترام متقابل باشه. اگرم احترام نمیخوایم بذاریم، بی احترامی نکنیم. فرق بین احترام گذاشتن با بی احترامی کردن. در هر صورت پاینده ایران، با امید روزای خوب و پیروزی مردم ایران. پاینده ایران.